برای اینکه بدونن ایران هویت داشته. از زنگ زدم گفتم محل 2 سالم اسم قلم زدم، چند سالم از مردم. بنده احمد شریفیان نژاد هستم. 56 ساله به کار قلمزنی مشغولم. از 8 سالگی خب علاقه داشتم به کار قلمزنی، یعنی هنر رو دوست داشتم کلا، که دیگه شوهر خواهرم کارشون این بود و ما رفتیم پیش ایشون، شروع کردیم به کار کردن و همونطور که درس میخوندیم تا کلاس 5-6 نصف رو درس میخوندم، نصف رو کار میکردم. بعدش هم به خاطر وضعیت مالی که داشتیم مجبور شدم 1 سال ترک تحصیل کنم. بعد شبانه که اومد اول راهنمایی تا دیپلم همه رو شبانه خوندم و کار قلمزنی من ادامه دادم که الان 56 ساله به کار قلمزنی مشغولم. من سبک ریز قلم کار میکنم و خط سلس و خطای نستعلیق اینا، بیشتر علاقه به خط دارم. من یه استاد بیشتر نداشتم، همه آقای ظریفی بودن. بعد تقریبا سال 65 که از خدمت سربازی اومدم، رفتم کلاس های تک درس دانشکده پردیسا و تقریبا 3 تا 3 ماه کلاس های طراحی رفتم و هرچی که از اون به بعد پیدا کردم الفبا قلمزنی از ایشون یاد گرفتم، ولی سعی کردم خودم به روز قلمزنی کنم. خیلی خاطره هست، ولی یکیش که خیلی اذیت هم کرد این بود که سال 72 شاید بشه بگی 8 رفتم تهران. حالا اسم اون بنده خدا رو نمیارم چون قبلش رفته بودم کار برده بودم، بهم گفت کاری نقره نزن، شما سعی کن کار مس کار بکنی یا بیاری. و من رفتم از استاد بزرگیان اصغر آقا کار گرفتم، خریدم و کار زدم بردم تهران. در مغازه بنده خدا تا 8 شبم نیامد و تا اومد خیلی راحت گفت نمیخوام ورده برو بدونی که ببینه. و من اون موقع هیچی، حتی شاید مثلا 200 تومن بیشتر تو جیبم نبود. خواستم برگردم اصفهان، با یه بدبختی اومدم، شاید 10 بار با خودم گریه کردم که چرا من اومدم تو این کار، چرا باید یه هنرمند اینقدر مثلا زجر بکشه بدبخت بکشه. ولی همون باعث شد که بیشتر مصمم بشم به کار کردن و بهتر کار کردن. شاید بعضی مواقع هست وقتی که من نشستم کار میکنم مثلا یه آهنگ از استاد شجریان میذارم، خدا شاهده اصلا یه وقت تو ذهنم یه طرحهایی میاره، همون صحبت ها، همون آهنگ های استاد شجریان یا اساتیدی مثل بنان اینا، چیزایی تو ذهنم میاره که اصلا خلاقم میکنه و شاید مثلا ذهنم رو باز میکنه برای طراحی کردن. حتی بعضی وقت کار که دارم میکنم با ریتم اون قلم میزنم. اون با من سنما شست که با من سنما یک دل کن. اینا من بعضی وقت اینطوری که میشینم تا شروع میکنم بزدن میگه با من سنما یک دل کن وانگه از دل گله. حالا بلد نیستم بخونم، وقت منم همطور قشنگ میخونه باش، همطور که میزنم میگم مجنون شدم از بحر خدا و شروع بکنم بزده. حالا با این نمیشه، با نیم بر که کار اولیه بهتر میشه. مجنون شدم از بحر خدا زان زلف خوشت جان یک سلسله کن دل یک دل کن با من سنما دل یک دل کن گر سر من هم
این کاری که مشاهده میکنین من نشسته بودم فکر کردم گفتم این کار انجام بدم. رفتم شیراز، حدوداً 100 تا عکس ازش گرفتم. 10 روز اونجا بودم که یه نماده از حافظیه به جا بذارم، بالاخره تاریخ و تمدن ایران رو نشون بدم. و اومدم و شروع کردم به کار کردن و الان این ستوناش هستش که داره کار میشه که یه دونش دوتاش تموم شده. الان این ستونو بعد از قیر در میاد و توش چراغ میخوره. باز این قبر حافظه که روش شعراش نوشته میشه، اینجا باز شعر نوشته میشه، این بغله ها اینجا شعر نوشته میشه، شعر خود حافظ نوشته میشه و گنبدو توی گنبدش هم الان کارش تموم شده که فعلا تهران هستش تا مقرنسش هم آماده بشه. الان یه کار دادم آقا صابر هستش، مدرسه 4 باغ هست که الان اینجا عکسش هم موجوده. مدرسه 4 باغ زدم که استاد جزی زاده سال 1333 کشیده و دورش هم خودم تحصیبات کارشو کردم، اسلامیای ناشا. آنتی که 1000 پیشه من قبلا که نمیشناختمش. چجوری معرفی شدم؟ یه بنده خدای رفته بود و صندوق منو گذاشته بود اونجا. 2 تا تیکه کار منو، صندوق منو با 2 تا کار گذاشته بود. بعد به آقای همایی برای اینکه میخواسته به کاری منو بالا ببره، اون بنده خدا آقای همایی منو نمیشناخت، گفته بود که این اثر مالی 60 سال پیشه و اون بنده خدا که این کارو کرده مرده. و آشنایی من و آقای همایی آقا صابر اینجوری شروع شد که من زنگ زدم گفتم محل 2 سالم مثل قلم زدم، چند سالم از مردم. و ایشون یه لحظه ناراحت شدن و گفتن به خدا من نمیدونستم و خیلی هم دوستش دارم، به خاطر اینکه واقعا به نظری من برای هنرمندا خیلی تلاش کرده. ایشون اومد کاری منو جوری عرضه کرد که شریفیان خیلی ها از طریق آقا صابر همایی شناختن. امیدوارم موفق باشه که اگه موفق باشه ما موفقیم به نظر من.